بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. با شما هستیم با آیات دیگر از سوره مبارکه بقره. در امتداد آیات درس های گذشته به آیات 30 این سوره مبارکه میرسیم، 30 به بعد، که درباره خلقت آدم علیه السلام و داستان آغاز آفرینش اولین انسان پدر بشریت آدم علیه السلام صحبت می‌فرماید. الله متعال در ادامه این آیات بعد از اینکه در آیات گذشته اشاره فرمود به پیدایش آسمان ها و زمین، در این آیه الله متعال در آیه 30 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه و اذ قال ربک للملائکة و اذ قال، و بیاد آور آن لحظه ای را که فرمود پروردگارت. و این قال، و بیاد آور و یه کلمه و از در قرآن کریم بارها تکرار میشه و بیاد آور. ما در فارسی وقتی میگیم بیاد آور به کسی میگیم بیاد آور که او دیده باشه یک شیئی رو و تجربه کرده باشه یک شیئی رو. مثلا جای رفته، سفری رفته، یا اصلا تاریخ گذشته رو، سالهای گذشته از اتفاقات زندگیمان میگیم یادت هست، یادت میاد، یادت بیار اون لحظه ای رو که این کار شد، این اتفاق افتاد. اما وقتی که الله متعال میفهمد و اذ قال ربک للملائکة، خطاب اول این آیه به رسول الله علیه السلام هست و سپس برای هر کسی که قرآن را میخواند. بیاد آور آن لحظه ای که پروردگارت گفت به ملائکه خود. خب ما که ندیدیم همچین صحنه رو، ما که شاهد این صحنه ها و این اتفاقات و این داستان هایی که از تاریخ گذشتگان در قرآن کریم ذکر شده نبودیم، ما شاهد اینها نبودیم. اینجا اذکر به چه معناست؟ یاد کن، یادآور، بیاور. ما نبودیم، اما وقتی که الله متعال برای ما ذکر می‌فرماید ایمان انسان مؤمن به پروردگارش چنان قوی است، وقتی که خود الله متعال برای ما ذکر میکنه این موضوع رو، گویی ما خودمان با چشم سر شاهد این ماجرا بوده ایم و گویی که اصلا داریم میبینیم. من وقتی به یک شخصی بسیار اعتماد دارم، بیشتر از چشمان خودم به چشمان او اعتماد دارم و اون میگه من دیدم، من میگم منم دیدم، تمام، تو که دیدی من دیدم، قبوله، حرف تو برای من سند است. کی راستگوتر از الله متعال است؟ و من اصدق من الله قیلا و من اصدق من الله حدیثا. در دو تعبیر مختلف الله متعال میفهمند کی راستگوتر از الله متعال است. و وقتی الله متعال یک داستانی رو برای ما ذکر میکنه و ابتدای اون میفهمد بیاد آور، معناش این است که من الله با عظمت برای تو ذکر میکنم این داستانی که تو اصلا نمیدانی و نمیدانستی و جز غیب حساب میشود، اخبار گذشتگان، و تو چنان باید به من اعتماد داشته باشی و ایمان داشته باشی که گویی داری با چشم سر میبینی این اتفاقی رو که برای تو ذکر میکنم. این از اعتماد بنده به پروردگار اوست. و اذ قال ربک، و بیاد آور آن لحظه ای را که گفت پروردگارت. ربک، اولین باری که این آیه نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله متعال میفرماید ای محمد، من وقتی که من گفتم، بیاد آور اون لحظه ای که من گفتم، قال ربک، پروردگار تو محمد، تو خود تو یک نفر. این یک لطافت خاصی در این تعبیر است. و قال ربک، وقتی خدای تو گفت، تو محمد. در
قدم اول مخاطب رسول الله علیه السلام است و در قدم بعدی هر کسی که آیه قرآن را میخواند. ای کسی که قرآن را میخوانی، بیاد آور اون وقتی که پروردگار تو، رب کسی است که خلق میکنه، اون ذاتی که انسان رو خلق کرده، بعد از اینکه خلق کرده بورسیدگی میکند و او رو مدیریت میکنه، زندگی او رو و تمام آسمان ها و زمین رو. رب ذاتی است که خلق میکنه و رسیدگی میکنه و مورد تفقد قرار میدهد مخلوقات خود را. اونها راه نمیکنن اینطور بروند، نه، اونها رسیدگی میکنه و تمام امور زندگی آنها رو سامان میدهد. و ان قال ربک للملائکه، بیاد آورم لحظی رو کلمه متعال پروردگارت گفت به ملائکه. ملائکه این اولین لفظ ملائکه در قرآن کریم است. اینجا اولین باری است که ذکر نام ملائکه در قرآن کریم می آید. ملائکه جمع ملک است. ملک به معنای، در فارسی ما میگوییم فرشته، در فارسی فرشته، ملک و ملک. ملک پادشاه میشه. در عربی ملک به پادشاه میگن، ملک به موجوداتی از مخلوقات الله متعال که بسیار مکرم هستند نزد الله متعال، عزیز هستند. ملک در ریشه خود این کلمه ملک برخی گفتن به معنای قدرت است، بعضی معنای رسول است. رسولان الله متعال به سوی انسان ها که کارهای الله متعال را انجام میدن، به دستور الله متعال کارهای را انجام میدن. ملائکه جمع ملک است یا فرشتگان، تعبیر فارسیش میشه فرشتگان. ملائکه الله متعال ملائکه را در قرآن کریم در آیات مختلفی برای ما توصیف میکنه، چون اولین باری است که این کلمه در قرآن کریم ذکر میشود. مقداری درباره اوصاف اونها به سرعت یاد میکنیم و ذکر میکنیم که این موجودات از نور خلق شدند که رسول الله صلی الله علیه و سلم مادر عایشه فرمود که ملائکه از نور خلق شدند و جن از شراره آتش خلق شده و انسان از آن چیزی که در قرآن برای شما ذکر شده است. ملائکه از نور خلق شدند، موجوداتی هستند که جنس نر و ماده ندارند، به این معنا که ازدواج بکنن، زاد و ولد داشته باشن، همچین چیزی ندارند. ما ملائکه دختر، ملائکه پسر، ملائکه زن و مرد نداریم. این تصور غلطی که متاسفانه بعضی جاها می‌بینیم ملائکه رو تو به تصویر میکشن و تصویرهای زنهایی رو میآورن، این تصور غلطی است و ملائکه جنس زن و مرد ندارن، اصلا اونها یک جنسن و ملک هستند، نه نر هستند و نه ماده هستند. ملائکه رو الله متعال در ابتدای سوره مبارکه فاتر میفرماید حمد و ستایش از آن الله متعال است، اون ذاتی که ملائکه خود را آفرید و ملائکه که صاحب بال هستند، 2 بال، 3 بال، 4 بال یا بیشتر. و در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که جبرائیل علیه السلام یا جبرائیل یا جبرائیل، همین تلفظات درست است. ایشان 600 بال دارد، 600 بال دارد. ملائکه بال دارند و بر حسب خود نوع اون ملک بالهای مختلفی دارد. نمیخورند و نمیآشامند. در داستان ابراهیم علیه السلام الله متعال برای ما مفصل صحبت میکنه وقتی ملائکه به شکل انسان‌هایی که صفاتی که باز ملائکه دارن که میتوانند به شکل انسانی در بیایند و روایت‌های مختلف و آیات مختلف در قرآن کریم اشاره به مهم دارد که ملائکه به شکل انسانی میآیند. حدیث جبرئیل علیه السلام معروف است که به شکل انسانی وارد مسجد النبی شد و آمد و نشست و سوال‌های پرسید درباره ایمان، درباره اسلام، درباره احسان و بحث بسیار مفصلی در آن باب است. به شکل انسانی آمد جبرئیل علیه السلام و صحابه او را دیدند ولی نشناختند. بعد که خارج شد رسول الله فرمود آیا او را شناختید که بود؟ گفتن نه یا رسول الله. فرمود که او جبرئیل بود، آمده بود برای شما دینتان را یاد دهد. و برای قرآن کریم ما آیاتی داریم وقتی ملائکه بر ابراهیم علیه السلام گذر کردن به شکل انسان‌هایی رفتن، پیش لوط علیه السلام به شکل انسان‌هایی رفتن. ملائکه پیش ابراهیم علیه السلام که رفتن برای آنها غذا آورد، گوساله را سرخ کرد آورد تا نوش جان کنن. فلما راى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خیفه. الله متعال می‌فرماید وقتی دید ابراهیم علیه السلام که اینا غذا نمی‌خورن، دست دراز نمی‌کنن برای غذا خوردن، از آنها احساس خطر کرد، چون رسم بر آن بود که در آن زمان کسی به خانه کسی میرفت و غذا نمی‌خورد یا برای جنگ آمده بود یا برای این آمده بود که خواستگاری کنند از دختران او. و ابراهیم علیه السلام دختری هم نداشت که خواستگار بوده باشند. و بعد گفتن ما ملائکه الله متعال هستیم، ملائکه غذا هم نمی‌خورن. از جمله صفاتی که ملائکه دارن به تسبیح و تقدیس و عبادت الله متعال مشغولن شبان روزی. الله متعال می‌فرماید لا یعصون الله ما امرهم، معصوم از هر گونه خطا و اشتباه و گناه هستند و یفعلون ما یؤمرون.
آنچه الله متعال با آنها امر کرده انجام میدن. ملائکه همینطور خلق شدن، اصلا ذات ملائکه طوری خلق شده است که نمیتوانند گناه کنند. اونها همینطور برنامه نویسی شدن به تعبیر امروزی تر و اینطور خلق شدن، اینطور درست شدن که الله متعال میفرماید یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. اونها شب و روز به ذکر و عبادت الله متعال مشغولن و هرگز خسته نمیشن اصلا از این ذکر و عبادت. و ملائکه کارهای مختلفی انجام. یکی از کارهایی که انجام میدن دعا کردن برای مؤمنان است. در سوره مبارکه غافر ملائکه حمل میکنن، ملائکه‌ای که حملة العرش نامیده میشوند و عرش الهی را حمل میکنن. الله متعال میفرماید که یکی از کارهایی که انجام میدن برای مؤمنان دعا میکنن، طلب استغفار میکنن. آیات فراوانی درباره ملائکه صحبت میکنه. ملائکه یکی از ارکان ایمان ششگانه ما هستند. 6 رکن ایمان که در حدیث جبریل علیه السلام که ذکرش گذشت بیان شده است: ایمان به الله متعال، ایمان به ملائکه او تعالی، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر الهی. ملائکه یکی از 6 رکن ایمان به الله متعال هستند که می‌طلبد یک انسان مؤمن درباره این رکن بزرگ ملائکه بیشتر مطالعه بکنه. کتاب‌هایی در این باب نوشته شده و برگرفته از آیات و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم که به تفصیل درباره ملائکه صحبت کردن و در آیات پیش رو ان شاءالله هر جا صحبتی از ملائکه آمد باز ما درباره اون اشاره خواهیم کرد به ملائکه. ملائکه در زندگی انسان، ملائکه کارهایی که خود ملائکه انجام میدهند، صفاتی که ملائکه دارند و فعالیت‌هایی رو که انجام میدهند و نام‌های برخی از اونها که در قرآن کریم ذکر شده مانند میکائیل و جبرائیل و ملک الموت. و از جمله ارتباطی که ملائکه دارن ارتباط بسیار پررنگ ملائکه با انسان هست. از همون لحظه آفرینش اولین انسان آدم علیه السلام ارتباط آنها با آدم علیه السلام آغاز می شود و هر انسانی در طول روز 2 نفر کرام الکاتبین از ملائکه با او هستند. ملائکه هستند له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله که به عنوان معقبات از اونها یاد می شود و تأثیر بسزایی ملائکه در وجود در زندگی ما دارند. یک ارتباط خاصی با مؤمنان دارند، یک ارتباطی باز عجیبی با کفار دارند. این ارتباط نه که خوب باشد، یعنی انتقام از کفار، هلاکت کفار. حتی در جنگ ها مبارزه ما معروف است داستان حضور ملائکه در غزوه بدر که برای دفاع و نصرت مسلمانان آمدند که باز در آیات ذکر می شود. بحث بسیار مفصلی درباره ملائکه در قرآن کریم آمده است. اولین ذکر ملائکه و جالب است که اولین ارتباط ملائکه با انسانها در همین داستان است و در همین حکایت است. الله متعال برای ما اینجا از آغاز آفرینش انسان میگوید. اولین حکایتی که بین انسانها و ملائکه اتفاق افتاد و آفرینش پدر انسانها آدم علیه السلام. و اذ قال ربک للملائکه، و هنگامی که پروردگارت به ملائکه خود خبر داد: انی جاعل فی الارض خلیفه، من الله عزوجل در زمین یک خلیفه ای قرار می دهم. اینجا خبر داد و اینجا مشورت نکرد. برخی از علما به خاطر اینکه اهمیت موضوع مشورت رو مطرح بکنند اینجا اینگونه میگویند که الله متعال مشورت کرد با ملائکه که با اونها مشورت کرد، میخوان که اهمیت مشورت رو نشان بدن. نیت اونها خب خیر است، ولی این استدلال در اینجا از این آیه برای اهمیت مشورت استدلال درستی نیست. زیرا کسی مشورت میکند که در رأی خود نقص دارد، نیاز به این دارد که کسی به او علم او بیفزاید، از تجارب خود به او بگوید. کسی که در کاری که انجام میده شک داره، تردید داره، از عواقب او مطمئن نیست، از آینده کار خود مطمئن نیست، به زوایای مخفی از موضوع آگاهی ندارد، مشورت میکنه. الله متعال هیچ نیازی به مشورت با کسی ندارد. الله متعال همه چیز را کامل میداند، همه چیز را با خبر است، نیازی به این نداره. از آینده بی خبر نیست، از عواقب کار بی خبر نیست که بیاد مشورت بکنه. الله متعال با ملائکه مشورت نکرد، بلکه به ملائکه خبر داد: من الله عزوجل میخوام روی زمین خلیفه‌ای بگمارم، قرار بدهم. انی جاعل فی الارض خلیفه، من در روی زمین خلیفه‌ای قرار میدم. خلیفه، کلمه خلیفه چند معنی دارد؟ مفسرین درباره این خلیفه به تفصیل صحبت کردن، اقوال مختلفی به معنای خلیفه که یعنی چی خلیفه. در ابتدا برخی به
نادرست گفتند، یعنی برخی از کسانی که این تعبیر رو استفاده کردن، این تعبیر نادرستی است که انسان رو خلیفت الله، من میخوام خلیفه‌ای برای خود قرار دهم، یعنی به این معنی که خلیفه الله روی زمین. انسان خلیفه الله روی زمین، اگر معنا این باشد که خلیفه به معنای جانشین این رو بگیریم، این معنا غلط است. انسان خلیفه الله روی زمین به معنای جانشین الله روی زمین نیست، چون خلیفه در اون کلمه‌ای که استفاده می شود در عربی، خلیفه به کسی گفته می شود که برای جانشینی یک فرد در غیاب او یا در صورت عاجز بودن از آن فرد در انجام کارهایش خلیفه می آید. مثلا ما ابوبکر صدیق اولین خلیفه مسلمین است. ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه کیست؟ خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب خلیفه رسول الله بود. به چه خاطر چه خلیفه رسول الله شد؟ به خاطر اینکه رسول الله وفات نموده بود. رسول الله نبود، اصلا وجود نداشت. به همین خاطر ابوبکر شد خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کلمه خلیفه جانشین برای کسی می شود که یا نباشد یا از انجام کارهای خود عاجز باشد. هست ولی خب مریضه، در بستر افتاده، نیاز به یک خلیفه‌ای دارد، جانشینی دارد تا کارهای او رو به پیش ببرد. با این مفهوم و معنا انسان خلیفه الله روی زمین نیست، به این معنا که انسان خلیفه الله روی زمین باشد. نه، همچین چیزی درست نیست. خلیفه معانی درستی که برای خلیفه استفاده شده، حالا میتونه هر کدوم از این معانی باشد. خلیفه، یکی از معانی که برای خلیفه استفاده شده است این هست که در قرآن کریم ما کلماتی داریم با همین تعبیر برای انسان استفاده شده. مثلا در پایان سوره مبارکه انعام و هو الذی جعلکم خلائف الارض، الله متعال میفرماید الله متعال آن ذاتی است که شما را جانشینانی روی زمین قرار داده است. یعنی چی؟ یعنی شما انسان ها هر کدام جانشین نسل دیگری است. هر نسلی جانشین نسل قبلی است، نسل بعدی جانشین نسل قبلی است. یعنی انسان های از دنیا میروند، انسان های دیگری جای اونها رو میگیرن. یک عده از دنیا میرن، یک عده جای اونها رو میگیرن. یک عده به دنیا میان، یک عده میمیرن. این جانشینی انسان ها روی زمین معنا این است. یعنی من الله باز من روی زمین موجوداتی رو قرار میدم، انسانی رو خلق میکنم که اینها یک نسلی جانشین نسل دیگری میشود، جانشین نسل دیگری میشود. این یک معنی است که در قرآن کریم هم خب تعابیری داره که صراحتاً استفاده شده. فخلف من بعدهم خلف، مثلا الله متعال میفهمد که جانشینانی بعد از آنها آمدند، جانشینانی به جای نسل قبلی آمدند و جانشین آنها شدند. و تعابیر دیگری که این معنی رو برای ما از قرآن کریم تایید میکنه که درست است. یکی از معانی خلیفه این است که نسلی که جانشین نسل دیگری میشن. معنی دیگر خلیفه این هست که نجعل فی الارض خلیفه، من الله با عظمت روی زمین خلیفه قرار میدم. خلیفه برای موجوداتی که قبل از انسان روی زمین بودند، جانشینانی برای موجوداتی که قبل از آنها بودند. قبل از انسانها روی زمین جنها زندگی میکردند. جن مخلوقاتی از الله متعال که اونها رو الله متعال از شراره آتش خلق کرده است. الله متعال وقتی درباره آفرینش انسان برای ما صحبت می‌فرماید در سوره مبارکه حج می‌فرماید ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. من الله با عظمت انسان رو از گل سفالک، به اصطلاح گل خشک شده‌ای که بوی تعفن گرفته بود، از اون خلق کردم. از سفالکی که از یک گل خشک شده متعفن به وجود آمده است. والجن خلقناه من قبل از اینکه انسان رو خلق بکنم جنها رو خلق کرده بودم. جنها قبل از انسان ها خلق شدن. و از جمله دلایل دیگری که میشه برای این ذکر کرد غیر از این آیه که صریح هست والجن خلقناه من قبل من نار السموم، و الله متعال میفرماید قبل از اینکه انسان ها خلق بشن من جنها رو خلق کرده بودم. و یکی دیگر از دلایلی که برای وجود جن و خلقت جن قبل از انسان ذکر می شود همین موضوع عدم سجده شیطان به آدم است که در آیات بعد ذکر می شود. وقتی که الله متعال انسان را خلق کرد و به ملائکه دستور داد تا به او سجده کنند، در میان صف ملائکه یکی از جنها هم وجود داشت که ابلیس است و او سجده نکرد. خود همین که در اونجا وجود داشت نشان از این دارد که قبل از آدم خلق شده بود. و تاریخ جنها قبل از انسان هاست، یعنی جنها قبل از انسان ها خلق شده اند. به صراحت آیات قرآن کریم و روی زمین زندگی میکردن. اونها در زمین زندگی میکردن و اراده الهی بر این بود که
زمین را که جنها حکمرانی می‌کردند بر زمین، انسان‌ها بیایند و جانشین آن جنها شوند و اختیار زمین رو به دست بگیرند. اینجا خلیفه به معنای موجوداتی که جانشین موجودات گذشته میشوند. البته جنها زمین رو ترک نکردن، زمین رو همچنان جنها در زمین هستند و به زندگی خود ادامه میدن، اما اختیار اصلی زمین رو انسانها به دست گرفتن. اینجا یکی از معانی خلیفه این هست که الله تعالی فرمود که من جانشینی روی زمین قرار میدم. پس معانی دیگری رو برخی ذکر کردن، اما خب بهترین معانی که میشه ذکر کرد همین دو معنی است. یکی این که الله متعال نسلی رو آورده که یک نسل جانشین نسل دیگر می شود و الله متعال اینها رو جانشینانی برای جنها روی زمین قرار داده است. وقتی الله متعال سخن از خلقت یک خلق جدید برای جانشینی جنها روی زمین فرمود، الله متعال می فرماید قالوا، ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا اتجعل فیها بارالله قرار می دهی در زمین من یفسد فیها و یسفک الدماء، کسانی رو خلیفه قرار می دهی که فساد بکنن و یسفک الدماء در زمین فساد بکنن، گناه انجام بدن، معصیت انجام بدهند، نافرمانی تو رو انجام بدن و یسفک الدماء و خون بریزند. آیا در زمین کسانی را خلیفه می کنی که خون ریزی بکنند؟ اینجا ذکر خونریزی و یسفک الدماء با وجود اینکه خونریزی یک نوعی از فساد است، و یفسد فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، در اون فساد بکنه، نافرمانی بکنه، معصیت بکنه و خون بریزد، خون یک نوعی از فساد است، خونریزی. ذکر خونریزی بعد از ذکر اون مفهوم عام فساد دلالت بر اون خطرناک بودن این گناه نزد الله متعال دارد. ملائکه به خوبی می‌دانستند که چقدر موضوع ریختن خون یک انسان بیگناه نزد الله متعال سنگین است. به همین خاطر این رو به صورت خاص ذکر کردن، ولو اینکه به صورت عام مفهوم فساد خونریزی رو هم در بر می گرفت. اما می بینیم که باز در آیات قرآن کریم و آیات دیگر چقدر روی این موضوع تاکید شده است و چقدر این موضوع خطرناک است، موضوع خونریزی که الله متعال می‌فرماید اگر یک نفر رو کسی بیگناه بکشد انگار که کل انسانها را کشته است. و باز می‌فرماید و یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. تصویر مالک هر کسی که یک مؤمنی رو بیگناه بکشد، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، در جهنم میرود، خالدین فیها و غضب الله علیه، غضب الله برای او خواهد بود، و لعنه و لعنت الهی شامل حال او می شود، و اعد له عذابا عظیما و عذاب بسیار دردناکی برای او خواهد بود. تلخترین و سختترین تهدیدی که در قرآن کریم وجود دارد در این آیه است برای کسی که خون یک انسان بیگناهی را، یک انسان مسلمان بیگناهی را خصوصا بریزد و یسفک الدماء، خونریزی بکنن. ملائکه تعجب کردن، یا رب کسی رو در زمین میگذاری، خلیفه میآوری، نسل جدید رو میآوری جانشین جنها بشوند تا اینها خونریزی بکنن و فساد بکنن. این سوال پیش می آید که ملائکه از کجا می دانستن؟ انسانی که هنوز خلق نشده است، انسانی که هنوز وجود نیامده و روی زمین نرفته اصلا، از کجا می دانستن که فساد میکنه و از کجا می دانستن که خونریزی می کند؟ آیا غیب می دانستن؟ نه، کلا و حاشا. در این باره هم مفسرین اقوال مختلفی رو ذکر کردن. یک نکته رو مد نظر داشته باشیم، هر قولی که در تفسیر آیات ذکر می شود و این قول در خود قرآن کریم یا احادیث صحیح رسول علیه السلام اصلی ندارد، به این قول نمیشه اعتماد کرد. اینجا با توجه به کلمه خلیفه، خود اون کلمه خلیفه‌ای که ابتدا ذکر شد، چند نکته از اون میشه برداشت کرد. اینکه جنها قبل از انسانها روی زمین بودن یک و میدانستن ملائکه که جنها فساد کردن، خونریزی کردن و قرار بود این موجود جدید جانشین جنها شود. طبیعتاً این که خلیفه آنها بود، این احتمال به طریق قولا میرفت که اینها هم بمانند اونها فساد بکنن و خونریزی بکنن. قیاس کردن، ملائکه قیاس کردن. یک از اقوال این هست که ملائکه قیاس کردن حکایت عمل و رفتار موجود جدید و خلیفه جدید رو، این خلیفه را، به
اون موجوداتی که قرار بود به جای آنها در زمین بروند و صاحب اختیار زمین شوند. قیاس کردن به جنها. یک، برخی از مفسرین گفتن که برخی از ملائکه از لوح محفوظ، آنجایی که الله متعال دستور داد به قلم، وقتی قلم رو خلق کرد تا بنویسد هر آنچه را که قرار بود اتفاق بیفتد در آینده، برخی از ملائکه از لوح محفوظ دیده بودند که این انسانی که روی زمین می رود این اتفاق برای او می افتد. برخی از مفسرین دیگر هم به این موضوع اشاره کردند که وقتی الله متعال بهشت و دوزخ رو خلق کرد، بهشت و دوزخ رو قبل از انسان خلق کرده است، چون بعد از اینکه آدم خلق می شود بعد به او دستور داده می شود که برو در بهشت سکنا گزین و دوزخ و بهشت رو قبل از خلقت انسان خلق کرده بود. وقتی که بهشت رو خلق کرد و وقتی که دوزخ رو خلق کرد و ملائکه دیدند و جبرئیل علیه السلام دید و الله متعال وقتی که خلق کرد اینها تعجب کردند، گفتن که وقتی جنت رو دیدن گفتن امکان ندارد کسی این نعمت‌ها را خبر شود و برای او تلاش نکند. و وقتی که دوزخ رو دیدن باز همینطور سوال کردن و این موضوع رو مطرح کردن که امکان ندارد کسی این عذاب را ببیند و به سوی او بیاید. به همین خاطر بهشت با سختی ها و مکاره آمیخته شد. در مسیر بهشت سختی ها وجود دارد و مشکلات وجود دارد و در مسیر دوزخ شهوت ها قرار داده شد. ملائکه از اون وصفی که بهشت داشت، از اون وضعیتی که دوزخ داشت فهمیدند کسانی که قرار است در بهشت و دوزخ بیایند این تفاوت بهشت و دوزخ به خاطر اعمال آنها و رفتار آنهاست. خب طبیعتا کسانی که به دوزخ میرفتن کسانی بودند که شهوت ها را انجام میدادند، مصیبت ها را انجام میدادند، معصیت ها را انجام میدادند، گناهان را انجام میدادند و همه اینا هر کدوم در همین موضوع داخل هست. ملائکه با توجه به شرایط بهشت و شرایط دوزخ به این نتیجه رسیدن که بهشتیانی که اینجا هستن، خب ملائکه خودشون که گناه نمی‌کردن، ملائکه قرار نبود که به دوزخ بروند. اون موجود جدیدی که روی زمین هست برای اونها این بهشت و دوزخ خلق شده بود و همه خاطر اینها هم گفتن این موجود هم گناه می‌کند و فساد می‌کند. و همین این مطالب رو مفسرین در موضوع از کجا دانستن ملائکه ذکر کردن و از هر جا که دانسته باشن. برخی هم گفتن که خود الله متعال با آنها اعلان کرد، چون در آیه بعد، در دو آیه بعد، در آیه 32 ملائکه میگن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما آن چیزی را که شما ما گفته بودیم ما همون را میدانیم، بیشتر از آن نمیدانیم. از این باز برخی از علما برداشت کردند که الله متعال در هنگام اینکه اعلام فرمود که من در زمین خلیفه می آورم به اونها گفت که این خلیفه این کارها رو خواهد کرد و این کارها رو خواهد کرد و خلاصه آن رو اینجا برای ما ذکر کرده است و تفاصیل بیشتر ذکر نشده و در قرآن کریم متداول است که در داستان‌ها الله متعال بخشی از داستان رو برای ما ذکر میکنه و بخش دیگر رو ذکر نمیفرماید. علی کل حال ملائکه مطلع شدن. حالا هر کدوم از این برداشت‌های درست رو که بگیم قیاس به جن کرده باشن یا از لوح محفوظ مطلع شده باشن یا با دیدن وضعیت بهشت و دوزخ و اوصاف بهشتیان و دوزخیان به این نتیجه رسیده باشن. حتی برخی دیگر گفتن خود کلمه خلیفه یعنی خلافت زمین رو به عهده گرفتن. خلیفه کسی است که مردم پیش او میآیند برای حل مشکلات خود، برای درگیری‌های خود، برای حل نزاع جنگ‌های خود، که در خود کلمه خلیفه این معنا نهفته است. کسی که خلیفه است، مثلا ابوبکر صدیق حل مشکلات مردم رو به عهده داشت، مردم برای جنگ‌ها و درگیری‌های خود پیش او می‌آمدند. یکی از وظایف خلیفه حل مشکلات مردم است و چون حل مشکلات مردم خود مشکلی وجود داشته باشه که حل بکنه، پس به این معناست که اونها فسادی انجام می‌شود و خونریزی‌ها می‌شود که خلیفه حل و فصل می‌کنه بین آنها. این موارد رو ذکر کرد. حالا در این موضوع مهم این است که ملائکه این موضوع رو مطرح کردن و می‌دانستن. حالا از هر کدوم از این مسائلی که از این مواردی که ما ذکر کردیم دانسته باشن، به این نتیجه رسیده بودن که در زمین خونریزی خواهد شد، فساد خواهد شد. برای اونها این سوال پیش آمد: حکمت چیست؟ و حکمت چیست که ما ملائکه‌ای که هستیم گناه نمی کنیم، معصیت نمی کنیم، فساد نمی کنیم، قتل نمی کنیم و به تقدیس و تسبیح الله متعال مشغول هستیم، به جای ما کسی دیگری روی زمین خلیفه شود. قالوا اتجعل فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء، بار الله کسی رو در زمین خلیفه قرار میدهید خون بریزد، گناه بکند، فساد بکند، و نحنو در حالی که این باب حالی است و در حالی که و نحنو در حالی که ما نحنو نسبح، در حالی که ما هستیم، ما ملائکه به تسبیح تو مشغولیم، نسبح بحمدک،
تو رو تسبیح میکنیم، تو رو حمد و ستایش میکنیم، تعظیم میکنیم و نقدس لک و تو رو به پاکی میستاییم، هر عیبی رو از تو دور میکنیم، تو رو طوری توصیف و تمجید میکنیم که هیچ عیبی برای تو نمیپذیریم. یعنی ما موجوداتی هستیم که مطیع هستیم، 100% تابع فرمان هستیم، معصوم از هر گونه خطا و اشتباه هستیم و پیوسته به تعظیم و ستایش تو به پاکی مشغولیم. حکمت چیست؟ قال الله متعال فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. من چیزی میدانم که شما نمیدانید. من چیزی میدانم، من الله با عظمت این موجود جدید را که خلق میکنم چیزی میدانم که شما انسان ها، شما ملائکه از اون نمیدانید. یعنی چیزهایی رو که الله متعال به اونها نگفته است، چیزهایی رو که شما نمیدانید. و علم آدم الاسماء كلها. و الله متعال میفهمد به آدم نام اولین انسانی است که خلق کرده است. نامش رو خود الله متعال گذاشته است. معلم آدم. اینجا دیگه اون خلیفه رو اسمش رو ذکر میکنه. معلم آدم. درباره خود آدم صحبت کردن مفسرین چرا نامش آدم گذاشته شد. برخی گفتن آدم از ادیم آمده است، ادیم الارض. به خاطر این که الله متعال در هنگام خلقت آدم علیه السلام خاک که روی زمین جمع شد، از گوشه و کنار زمین ادیم الارض، از وجه الارض، از روی زمین گوشه و کنار. در حدیث رسول علیه السلام فرمود که الله متعال برای خلق آدم علیه السلام خاک رو از روی زمین برداشت و جمع کرد و از مناطق مختلف زمین. به همین خاطر انسان ها هم با هم متفاوتن. یک انسانی رو شما میبینید که سرخ است، یک انسانی رو میبینید که سفید است، یک انسانی رو میبینید که سیاه است و یک انسانی رو میبینید که خوش اخلاق است، یک انسانی بد اخلاق است، یک انسانی انسان خوبی است و یک انسانی انسان ناخوب و ناپاک است. اینو در حدیث رسول علیه السلام ذکر کرد. چون خاک‌هایی که برداشته شده از روی زمین متنوع بود، انسان‌ها هم متنوع شدن. برخی آدم رو به معنای ادیم، چون از ادیم الارض، از وجه ارض، از مناطق مختلف زمین جمع آوری شد، آدم نامیده شد. این نام رو الله متعال برای این موجود انتخاب فرمود. الله متعال او رو آدم نامید. آدم اولین انسان. و علم آدم، و او رو علم داد. از مهمترین ویژگی هایی که این موجود جدید دارد، جانشینی برای جنها روی زمین، علم اوست. توانایی او برای کسب علم، توانایی او برای تفکر، توانایی او برای تعقل، توانایی او برای تدبر. موجودی است که علم دارد. از مهمترین ویژگی هایی که این موجود دارد علم است. اولین صفتی رو که الله متعال برای این موجودی که قرار است روی زمین بیاید و در زمین اصلاح بکند و در زمین عبادت الله متعال رو انجام بده، از فساد خود رو دور بکنه، علم اوست. با علم میتواند این کار رو انجام بده. و علم آدم الاسماء كلها. با آدم تمام اون نامهایی رو که نیاز داشت الله متعال میفهمد به او یاد داد. علم آدم الاسماء كلها. هر اون چیزی رو که نیاز داشت. انسان روی زمین نیاز داشت تا نامها رو بداند. برای اینکه ارتباط برقرار بکنه با بقیه هم نوعان خود نیاز داشت که اسم بگیرد، کلمات رو یاد گرفت. الله متعال هر چیزی رو که انسان روی زمین نیاز داشت با آدم یاد داد. برخلاف تصوره برخی که میگویند انسان روی زمین دورانی رو انسان‌ها طی کردند که چی نمی‌دانستند و غارنشین بودند و انسان‌های عقب مانده‌ای بودند، انسان‌هایی بودند که نمی‌توانستند با هم حرف بزنن. الله متعال می‌فهمند نه، اولین انسانی که خلق شده است یک انسان متمدن، یک انسان با علم، با درک، فهمیده، عالم و دانشمند بوده است. اولین انسانی که الله متعال خلق کرده یک انسان فهمیده و عالم و متمدن است. انسان غارنشینی نیست، انسانی نیست که چی نفهمه. بله، اون کسانی که متاسفانه گمان میکنن که اصلا آدمی وجود نداشته است و بر این باور هستند که ما انسان‌ها در اصل حیواناتی بودیم، میمون بودیم و میمون‌ها هم تک‌سلولی هایی بودند و بعد مرحله تکامل بشر رو، مراحل تکامل رو ذکر میکنن و عقیده‌ای که به نام داروینیسم معروف است. و هرچی به اونها بگویم میگن نه، ما بگیم پدر و مادر شما انسان بودن، اونها تلاش دارن میگن نه، ما پدر و مادر ما حیوان بودن، ما حیواناتی بودیم، از جنگل رشد کردیم و آمده ایم. برخلاف تصور این عده، الله متعال میفهمند نه خیر، ما آدم رو، من الله عزت خلق کردم، اولین انسان، پدر انسان‌ها که علم داشته است. و علم آدم الاسماء كلها. برخی از مفسرین حتی به این موضوع اشاره کردن که
آدم علیه السلام را در مطال تمام زبانهایی رو که انسان‌ها الان روی زمین صحبت میکنن با آدم یاد داده بود. حتی تمام زبانها رو، چون اسم اشیا رو به یاد داد. یعنی این چیه؟ این کوه است، این دریاست، این مثلا میوه است، این سیب است، این سیب زمینی است، مثلا این چی است، این چی است. خب اینها به زبانهای مختلف، تعبیرهای مختلفی استفاده میشه. برخی از مفسرین گفتن که تمام اون زبانهایی رو که فرزندان آدم در طول تاریخ صحبت میکردن آدم میدانست. و تعجب نیست برای کار الله متعال. ما سلیمان علیه السلام را الله متعال برای ما ذکر میفهمد که سلیمان زبان حیوانات رو میفهمید. درباره سوره نمل گفتگوی سلیمان با اون مورچه رو ما داریم که زبان مورچه رو میفهمه و صحبت میکنه. و علم آدم الاسماء کلها. اولین مخلوقی که الله متعال از انسانها پدر اونها رو وقتی خلق میکنه یک انسان متمدن است، یک انسان با علم است، با فهم است، با درک است. و علم آدم الاسماء کلها، همه آنچه رو که نیاز داره آدم به او یاد میدهد و به او تعلیم میدهد. ثم عرضهم علی الملائکه. سپس الان ملائکه خود رو، خب اون کلامی که ملائکه میگفتن این گونه برداشت میشه از این کلام که اونها خود رو شایسته تر میدیدن از این موجود جدید، از این انسان، خود رو شایسته تر از او به خلافت روی زمین میدیدند. این حکمت رو پرسیدن. الله متعال الان به اونها این موضوع رو مطرح میفرماید که تفاوت‌ها در چیست. اولا که اونجا وقتی گفتن فساد میکند، خب قرار نبود که همه انسان ها فساد بکنن. الله متعال پیامبرانی رو خلق کرده، صالحانی هستند، اولیایی هستند که خونریزی نمیکنن، فساد نمیکنن، با اختیاری که الله متعال به اونها داده، با علمی که الله متعال به اونها داده، توانمندی که الله متعال به اونها داده، در روی زمین به اصلاح و آبادانی و مبارزه با فساد میپردازند. ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. الله متعال به آنها فرمود که خب حالا شما بگویید این چیست و این چیست و این چیست، آنچه را که به آدم یاد داده بود و آدم در وجود او این توانمندی وجود داشت، قرار گرفت. الله متعال میفرمود به ملائکه فرمود که ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر شما واقعا راست میگویید که خود بهتر از این هستید و موجود بهتری هستید از این آدم، شما توانایی شما بیشتر است، شما شایسته تر هستید به خلافت روی زمین، این چیست و این چیست و این چیست. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. گفتن پاک و منزهی تو ای بار الها، لا علم لنا الا ما علمتنا. ما آنچه را که تو ما یاد دادی فقط میدانیم، ما آنچه را که ما یاد ندادی ما نمیدانیم. ما توانمندی بیشتر از آنچه که شما به ما یاد داده ای ما نداریم. همچین چیزهایی رو شما به ما یاد نداده ای. ما همان چیزی که شما به ما یاد دادی همان اندازه ما میدانیم. آنچه را به ما یاد نداده ایم ما نمیدانیم. ما بیشتر از این نمیدانیم. از این آیه برخی برداشت کردن که ملائکه رو شاید الله متعال به اونها گفته بود، چون اینها بر اساس آنچه که از الله متعال شنیده بودن گفتن که خب حکمت در چیست. و الان اینجا دوباره گفتن که انک انت العلیم الحکیم. بار الله، تو علم داری، تو حکمت داری، تو دانای حکیم هستی. حکیم به ذاتی گفته می شود که میداند چه کاری را چه وقتی و چگونه انجام دهد. بهترین کار را در بهترین وقت و بهترین شکل انجام میدهد. این حکیم است. تو الله حکیم هستی. تو خوب میدانی کار تو خالی از حکمت نیست. در این امتحانی که اینها در برابر انسان قرار گرفتن، در این امتحان انسان بر آنها فائق آمد و آدم علیه السلام در این امتحان بر آنها پیروز شد. آنها متوجه شدند که این ویژگی هایی دارد که ما نداریم، توانمندی هایی دارد که ما نداریم. ما ملائکه توانمندی هایی در وجود این موجود جدید است که در وجود ما نیست. قالوا سبحانك لا علم لنا. این تواضع و ادب اونها رو به الله متعال نشان میداد که این ملائکه گفتن بار اله پاک و منزهی تو، آنچه که از این پیش ماست خودت ما یاد دادی. و مناسب است برای هر کسی که اهل علم است، طلاب علم، علما، این تعبیر رو استفاده بکنن. همیشه بگوین که لا علم لنا الا ما علمتنا. بار اله هر چی علمی اگر هست خودت ما یاد دادی. اگر ما چیزی هم میدانیم تو میدانی، ما کس پیش خود چی نمیدانیم. هر چه هست علم توست و لطف توست و احسان و کرم توست. قال، بعد از اینکه ملائکه از پاسخ دادن عاجز ماندن، الله متعال خطاب با آدم علیه السلام فرمود قال یا آدم، ای آدم انبئهم باسمائهم. اسمهای اینها رو به اینها بگو، اونها رو با خبر ساز. انبئهم، با خبر ساز آنها رو باسمائهم، به اسمهای اونها، نامهای اونها.
بقیه گفتن اینجا اسمائهم مراد خود ملائکه بودن. آدم علیه السلام شروع کرد گفت که تو جبرائیل هستی، تو میکائیل هستی، تو اسرافیل هستی، تو فلانی هستی، تو فلانی هستی، تو فلانی هستی. یکی یکی اسمای همه آنها رو گرفت. بلکه گفتن اسمائهم یعنی مسمیاتی که یاد گرفته بود روی زمین. این چی هست، این چی هست، این به درد چی میخوری، این برای چی هست، این برای چی هست، این برای چی هست. آدم علیه السلام شروع کرد آنچه را که در وجود او عدل متعال قرار داده بود از علم و توانمندی بیان کردن. آدم علیه السلام مجموعه یک گنجینه ای از علم بوده است. اولین انسان روی زمین یک انسان متمدن بوده است. این نکته بسیار مهم است. این نکته کاملا مختلف است و متفاوت است با آنچه متاسفانه از تاریخچه انسان روی زمین عده‌ای از ناباوران به کتاب‌های آسمانی مطرح می‌کنند و برخی هم متاسفانه این رو پذیرفتن. انسان‌های اولیه که در غار زندگی می‌کردند، غارنشین بودند و هیچی نمی‌دانستند. چی نمی‌دانست. آدم علیه السلام یک گنجینه از علم بوده است. یک دایره المعارفی از علوم بوده است. آدم علیه السلام به شهادت الله متعال انبئهم باسمائهم، آگاه کن اونها رو از آن چه نمی‌دانند. نام‌های اونها رو گرفت، نام‌های اشیاء دور بر رو گرفت، نام‌های آن چیزی که الله متعال نشان داده بود یکی یکی گفت و درباره آنها صحبت کرد. بعد از این فلما انبأهم باسمائهم، وقتی که آنها رو مطلع ساخت، نام‌های آنها، نام‌های خود اونها رو گفت، نام‌های هر آن چیزی که الله متعال به آنها نشان داده بود. قال الله متعال فرمود الم اقل لكم، آیا من به شما نگفتم ای ملائکه من، انی اعلم غیب السماوات والارض، من تمام آنچه که در آسمان ها و زمین مخفی است میدانم از چشم شما. آنچه در آسمان و زمین از چشم شما مخفی است من همه آن را میدانم. و اعلم ما تبدون، و میدانم آنچه که شما آشکار میکنید، به زبان می آورید. و ما کنتم تکتمون، و آنچه که شما کتمان میکنید. برخی گفتن از مفسرین و ما کنتم تکتمون، آنچه که آشکار کردن چی بود؟ خب گفتن که اتجر فیها ما یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. آنچه که کتمان کردن چی بود؟ برخی از مفسرین گفتن منظور این بود که آن چیزی که اونها کتمان کردن، نگفتن، در لابلای این جمله، در ورای این جمله در دل احساس برتری نسبت به آدم و اینکه ما شایسته تر به جانشینی و خلافت روی زمین بودیم تا آدم. و اینجا اشاره الله متعال به بود که من اون احساس شما رو هم میدانم. و برخی گفتن عام است، آیه عام است، یعنی هر آنچه که شما در دل دارید، هر آنچه که شما به زبان بیاورید و به زبان نیاورید، شما ملائکه و همه شما مخلوقات من الله عزت همه اینها را میدانم، چه شما بگویید چه شما نگویید. تا اینجا الله متعال برای ما از داستان خلقت آدم علیه السلام صحبت می‌فرماید و اینکه این موجود خلق شد و ملائکه سوال کردن، اعتراض نکردن. ملائکه هرگز به دستور الله متعال اعتراض نمی‌کنند، طلب حکمت کردن. حکمت چیست؟ با وجود اینکه ما هستیم، موجوداتی هستیم که بالاخره ما هیچ نافرمانی نمی‌کنیم، حکمت چیست که او می‌رود روی زمین و الله متعال برای آنها نشان داد که این موجود برگزیده من است، توانمندی‌هایی در وجود اوست و علم رو اشاره کرد. بعد موجودات مسائل دیگری مطرح میشه در آیات بعدی که این موجود علم دارد، این موجود اختیار دارد و این موجود ابتلا می شود و در ابتلاعات با علم خود و اختیارات خود را نشان می دهد. و این آیات بعدی اشاره به این موضوع دارد و تا اینجا موضوع علم رو دیدیم و ملائکه هم وقتی که حکمت رو فهمیدن گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. حکیمی، تو حکمت داری، کار تو حکمت هست واقعا که این موجود توانمندی هایی دارد که ما ملائکه نداریم. در برنامه بعد به همراه شما سروران درباره ادامه این موضوع صحبت خواهیم کرد که چگونه الله متعال این موجود خود رو مورد اکرام تمام ملائکه قرار میدهد و موضوع سجده ملائکه و ادامه داستان تا آمدن آدم علیه السلام به زمین رو بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو مشاهده می‌کردید ممنون، سپاسگزارم و در برنامه بعد به همراه شما داستان پدر بزرگوارمان آدم علیه السلام و آفرینش او را ادامه خواهیم داد تا ببینیم که حکایت داستان ما آنگونه که قرآن مطرح می‌کند از کجا و چگونه شروع شده است. تا برنامه دیگر همه شما سروران رو برنامه‌تان می‌سپارم. الله یارتان و خوش و خرم و صبورانه باشید.
عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.